راهها بنیادگری دوستی و رفاقت ملت و خلقیت‌ها به شمار رفته. پس از استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان محض با جهد و تلاش‌های خسته‌ناپذیر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان همچون یکی از استراتژی‌های مهم دولتی پذیرفته و تاجیکستان صاحب استقلال را به دولت واحد و یگانه مبدل گردانید. در دوره صاحب استقلالی کشور جهت نگهداری، تعمیر و تجدید کلی و جاری و بنیاد راه‌های نو در شهر و ناحیه‌های استراوشان، دیوشتیج و ظفرآباد مؤسسه‌های دولتی نگهداری راه‌های نقلیاتگرد عمل نموده با مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، شهر و ناحیه‌ها، صاحبکاران برومند و اهالی سخاوت‌پیشه راه‌های اهمیت بین‌المللی، جمهوریوی و محلی داشته را در حالت خوبی تکنیکی نگاه می‌دارند و رفت آمد اهالی را به تمام گوشه‌های کنار وطن صاحب استقلالمان در تمام فصل سال تامین می‌سازند. در شهر دیهات استراوشان طبق معلومات اموری 775 کیلومتر راه کلان نقلیاتگرد موجود میباشد. از آن 55 کیلومتر راههای اهمیت بین المللی، 22 کیلومتر راههای اهمیت جمهوریوی و 698 کیلومتر راههای اهمیت محلی داشته را تشکیل میدهد. سال 2022 با دستگیری وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و شهر استراوشان، سهم صاحبکاران وطنی و خیر و سخای ساکنان بانگ و ناموس شهر و دیهات استراوشان 32 کیلومتر راه با اسفالت گرم پر قرپوش گردیده، 50 کیلومتر شغلپوش و 57 کیلومتر تعمیر جاری گردید. در موازنه اداره دولتی نگهداری راه‌های نقلیاتگرد ناحیه دیوشتیج 219 کیلومتر راه موجود است که 22 کیلومترش اهمیت جمهوریوی و 197.6 کیلومتر دیگر اهمیت محلی دارند. سال 2022 با مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و ناحیه دیوشتیج، مبلغ‌گذاری صاحبکاران وطنی و برون‌مرزی و خیر و سخای اهالی راه‌های نقلیاتگرد دیوشتیج قلعه دوست به مسافت 5 کیلومتر، مجون چهارباغ به مسافت 3 کیلومتر، مجون هزار چشمه به مسافت 4 کیلومتر و راه‌های نقلیاتگرد حدود جماعت شهرک غنچی به مسافت 2 کیلومتر تعمیر اساسی گذرانده. سال 2023 2.5 کیلومتر راه‌های داخلی ده هزار چشمه جماعت دیهات مجون به مبلغ 1,100,000 سومانی تعمیر اساسی گذرانده شد. جهت در سطح بلند نگه داشتن راه‌ها سال روان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان به کارخانه 10 تن بیتومین مایع دسترس نمود. راهسازان از این دستگیری شاد گردیده نیت دارند که روزهای نزدیک تعمیر اساسی راه اهمیت جمهوریوی داشته مهرآباد ناحیه دیوشتیج و چهارباغ شهری استراوشان را به مسافت 5 کیلومتر و با خرج 2,300,000 سومانی تعمیر اساسی گردانند. راهسازان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های نقلیاتگرد ناحیه ظفرآباد برآمد می‌کوشند که انشاءاتی بر عهده داشتهشان را در همه فصل‌های سال در حالت خوبی تکنیکی نگاه دارند. در اختیار مؤسسه دولتی 205 کیلومتر راه‌های نقلیاتگرد موجود است که از آن 7 کیلومترش را راه اهمیت بین‌المللی داشته ظفرآباد خواص جمهوری ازبکستان، 34 کیلومترش را راه اهمیت جمهوریوی داشته ظفرآباد بیگ‌آباد و 164 کیلومتر باقی‌مانده را راه‌های اهمیت محلی داشته بین 5 جماعت شهرک و دیهات تشکیل می‌دهد. این حال در همه راه‌های کلان نقلیاتگرد منطقه استراوشان با اقدام راهداران مؤسسه‌های دولتی نگهداری راه‌های نقلیاتگرد خطهای افقی و آگاه کننده کشیده شده ایستاده است. در برابر مهنت صافدلانه راهسازان مؤسسه‌های راهداری منطقه استراوشان تا امروز باز راه‌هایی به نظر می‌رسند که اهمیت جمهوریوی یا محلی داشته تا حالا از تعمیر و نوسازی در کنار مانده‌اند. در شهر استراوشان زیاد از 17 کیلومتر، ناحیه دیوشتیج 11 کیلومتر و ظفرآباد 7 کیلومتر راه نیاز به تعمیر اساسی و جاری دارد. این راه‌ها اساساً بین دهه‌های نوتأسیس و گذرهای اشخاص با منزل‌های نو استقامتی تامین گردیده و موضع‌هایی که گشادن راه‌های کلان نقلیاتگرد امری واقعی شمرده می‌شود به نظر می‌رسد. مزبوط بابازاده از منطقه استراوشان، اخبار.